پیامی گذشته پیشوای ملت تا پیام نوبتی خیلی دستاوردهای خوب در سال 2018 شده گذاشتند. از آن جمله در سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی در شهر ترسونزاده نهایت آبادکاری‌های نظررس به چشم رسید و این سال هم پیشوای ملت سال 2019 و 2021 را سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردند و این به کارگران مؤسسه خیلی الهامی تازه بخشید و وظیفه ها و سپارش های نو را به ما برداشت گرفتیم که باز هم شهر ترسونزاده را و یک گوشه جمهوری همان را باز هم از این آبادتر از این زیباتر میگردانیم. یک قطار مسئله ها از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشنهاد گردید که این جلب نمودن زنها در ساحه بانکداری و امروز در فیلیال رقم 15 بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر ترسونزاده زیاده از 70% زنها کار فعالیت میکنند و رهبریت فیلیال تصمیم گرفته است که بگذار در همین سال 2019 این تعداد شماره را با اقلا با 90% رسونند. از سالهای استقلالیت ها این حاضره بهبودی های زیاد دیده می شود. در هر یک محله ها، در هر یک دهات و شهر و ناحیه ها خیلی بنگاه های سلامتی، داروخانه های زیاد، بیمارخانه های به طرز حاضر زمان جوابگو و تجهیزات های توبتی که برای بیماران خیلی ضرور بود ساخته و استفاده داده شده است. ما همچون کارکنان تیپ از این دستگیری های جناب عالی ما با کوشش زیاد میکنیم که در سالمی جامعه سهم خود را گذاریم.